که این ره که تو می روی به ترکستان است. این ضرب المثل از کجا آمده؟ زاهدی مهمان پادشاهی میشه. زمانی که به غذا خوردن میشینن کمتر از اون میخوره که عادت همیشگیش بوده و زمانی که به نماز خوندن بلند میشن بیشتر از اون میخونه که همیشه عادت داشته میخونده تا ظن صلاحیت در حق او زیادت کنن. وقتی برمیگرده خونه میگه یه سفره بندازید غذایی بخوریم. پسرش که یه آدم زیرک و باهوشی بوده میگه پدر مگه در مجلس سلطان غذایی نخوردی؟ میگه چرا؟ ولی چیزی نخوردم که در نظر پادشاه بیاد. پسرش میگه نمازت رو هم قضا کن که چیزی نخوندی که بکار آید. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان است. و در انتهای حکایت این چنین میگه که ای هنرها گرفته بر کف دست، عیبها برگرفته زیر بغل، تا چه خواهی خریدن ای مغرور، روز درماندگی به سیم دغل.